شهباز شریفبک ساکن 23 ساله دهه عادلی جماعت سیمیگنج در کنار شهر وحدت که ویدیوی لطکوب مادر و بیبیش هنگام ابلاغ در اینترنت سر و صدای زیادی به پا کرد. بعد 10 شبانه روز حبس ماموری با اتهام اطاعت نکردن به طلبات کارمندان میلیسیا اکنون به افراطگرایی عیبدار و برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفته شده است. روز 15 اکتبر سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیوی قریب 13 دقیقه‌ای نشر شد که در آن یک جوان به بیش را به نوار گرفته میگوید که کارمندان مقامات شهر وحدت آمده دادرش را زوراً بدون دادن دعوتنامه به خدمت حربی بردند و هنگام چسب و تلاش به بی 82 سالش را بهرامانه لطکوب کردند. مؤلف نوار در ادامه ثبت خطاب به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان میگوید که چرا او پایمال شدن حقوق زنان در افغانستان را میبیند ولی آنچه را که در کشور خودش میگذرد نمیبیند. در پی نشر این نوار بسیاری‌ها از مقامات خواستار به جوابگری کشاندن گناهکاران شدند، ولی جریان حادثه نشان داد که مقامات گناهکار را در سیمای جوانی که ابله شدن برادرش و لطکوب شدن بیبیش را ویدیو کرد پیدا کرد. یک منبع نزدیک به ساختارهای انتظامی شهر وحدت روز 1 نوامبر سال 2023 به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت روز 26 اکتبر به ضد شهباز شریفبک با اتهام دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت افراطی از طریق اینترنت پرونده کشیدند. قسم دوم ماده 307 علاوه 1 کودکس جنایتی تاجیکستان برای این از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. یک منبع دیگر در مقامات انتظامی شهر وحدت گفت شهباز شریفبک خود همان روز 26 اکتبر که مهلت جزای اولش یعنی 10 شبانه روز به پایان میرسید با قرار دادگاه برای 2 ماه به حبس گرفته شد. منبع نشریه در مقامات شهر وحدت گفته است شهباز شریفبک در بازپرسی‌های نخستین از سخنانش پشیمانی کرده و گفت احساسی بود. تصدیق این ادعا توسط منابع دیگر میسر نشده است. خود شهباز شریفبک برای شرح قضیه دسترس نیست. معلوم نیست که او ادوکات دارد یا نه. سفرگل غفورova بیبی شهباز شریفبک گفت هر روز برای نبیرش به بازداشتگاه شهر وحدت خوراک میبرد اما تا اول او را ندیدند. این زن 82 ساله گفت نبیره‌اش گناه ندارند و تنها بعد زورن برتش بردن برادرش و لطکوب او سبب شد. سفرگل غفورova گفت شهباز و برادرش صادق جان که او را برتش بردند یتیم کل هستند. پدرشان آنها را بر وقت پرتافته بود. مادرش هم در کودکی آنها فوتید. شهباز و برادرش را من کلان کردم. میگوید سفرگل غفورova قانون‌های تاجیکستان به خدمت حربی بردن یتیمان کل و آنهایی را که سرابان یگانه عائله اند منع کرده است.